حالا براتون پیش اومده که تو فصل کریسمس بخواید احساساتتون رو به انگلیسی بگید، اما همش نگران باشید که جمله هاتون یه جورایی کتابی و غیر طبیعی به نظر برسه؟ خب، توی این بررسی قراره با هم عباراتی رو یاد بگیریم که خود انگلیسی زبان‌ها واقعاً توی مکالمات روزمره‌شون استفاده میکنن. اینطوری شما هم خیلی طبیعی‌تر و روون‌تر صحبت میکنید. ببینید، هدف ما دقیقاً همینه. میخوایم از اون انگلیسی خشک و کتابی فاصله بگیریم و بهتون نشون بدیم که مردم تو دنیای واقعی تو مکالماتشون چی میگن. اینا عباراتی هستن که توی مهمونی‌های کریسمس یا مثلا وقتی دارید هدیه میخرید واقعاً به دردتون میخورن. و یه خبر خوبم براتون دارم. آخر این تحلیل میخوام یه اشتباه خیلی رایج کریسمسی رو بهتون بگم که خیلی‌ها انجامش میدن. اگه این نکته رو یاد بگیرید، انگلیسیتون واقعاً یه سطح بالاتر میره. پس حتما تا آخر با من همراه باشید. خب بریم سراغ بخش اول، حال و هوای کریسمس. میدونید قبل از اینکه اصلاً هدیه ها باز بشن و شام سرو بشه، یه حس و حال خیلی خاص و هیجان انگیزی تو هوا موج میزنه. بیایید ببینیم چطوری میتونیم این حس رو به انگلیسی توصیف کنیم. فرض کنید دارید تو خیابون راه میرید، همه جا چراغونی و رنگارنگه، از مغازه‌ها صدای آهنگای کریسمسی میاد. چه حسی بهتون دست میده؟ چطوری این حس رو بیان میکنید؟ اولین عبارتی که میخوایم یاد بگیریم دقیقاً برای همین موقعیته. وقتی اون حس جادویی کریسمس یواش یواش میاد سراغتون و شما رو فرا میگیره، خیلی راحت میتونید بگید دارم حس کریسمس میگیرم. به انگلیسی میشه I'm getting the Christmas spirit. این جمله یعنی هیجان شما برای تعطیلات داره بیشتر و بیشتر میشه. خیلی کاربردیه. حالا یه وقتایی هست که همه جا پر از تزیینات و موسیقیه و فضا کاملا حال و هوای جشن داره. اینجا میتونید یه نظر کلی بدید و بگید همه چیز خیلی جشنگونه به نظر میرسه که به انگلیسی میشه Everything feels so festive. این یه تعریف فوق‌العاده و خیلی رایج از حال و هوای کریسمسه. خب بریم سراغ بخش دوم، تکاپوی قبل از کریسمس. قبل از روز اصلی همیشه کلی کار هست که باید انجام بشه. از خرید هدیه بگیر تا برنامه‌ریزی برای مهمونی و دوره همی. بیایید عباراتی که مربوط به این دوره شلوغ و پلوخ هست رو با هم یاد بگیریم. یکی از اولین چیزایی که مردم تو این موقع از سال از همدیگه میپرسن، برنامه‌شون برای تعطیلاته. خب چطوری میتونیم این سوالو خیلی طبیعی بپرسیم و بهش یه جواب خوب بدیم؟ این سوالی که روی اسلاید میبینید، یعنی برای کریسمس چه کار میکنی، احتمالاً پرتکرارترین و رایجترین را برای پرسیدن از برنامه‌های یه نفره. به انگلیسی میپرسیم What are you doing for Christmas؟ یه شروع کننده عالی برای هر گفتگویی تو این فصل از سال. در جواب این سوال هم میتونید پاسخهای ساده و خیلی رایجی بدید. مثلا I'm spending it with my family، یعنی با خانواده‌ام هستم. یا We're staying home this year، که یعنی امسال خونه میمونیم. و اگه هم قصد سفر دارید، خیلی راحت میگید We're traveling. بسیار خوب، از برنامه ریزی که بگذریم، نوبت میرسه به یکی از بزرگترین بخش‌های ماجرای قبل از کریسمس، خرید هدیه. بیایید چند تا عبارت کاربردی و باحال در این مورد رو با هم بررسی کنیم. خرید هدیه خب میتونه یکم چالش برانگیز باشه. مثلا اگه خریداتون مونده برای دقیقه 90، میتونید بگید I'm doing some last minute Christmas shopping. یا اگه برای پیدا کردن یه هدیه خوب به کمک احتیاج دارید، بگید I need some Christmas gift ideas. و اما بخش سوم، روز بزرگ، خود کریسمس. بعد از اون همه تکاپو و شلوغی، بالاخره روز اصلی از راه میرسه. بیایید در مورد عباراتی صحبت کنیم که تو خود روز کریسمس و مخصوصاً سر میز شام به کار میرن. قلب تپنده جشن کریسمس برای خیلیا همون میز شامه. جایی که خانواده و دوستا دور هم جمع میشن. پس بیایید روی عباراتی که به غذا و میزبانی ربط دارن تمرکز کنیم. اگه امسال شما میزبان هستید و مهمونی خونه شماست، میتونید بگید امسال ما میزبان شام کریسمس هستیم، که به انگلیسی اینطوری گفته میشه We're hosting Christmas dinner this year. این یعنی همه چیز در خانه شما اتفاق میفته. سر میز شام چند تا عبارت باحال هست که میتونید استفاده کنید. مثلا وقتی وارد خونه میشید و بوی خوش غذا به مشامتون میرسه، بگید The house smells like Christmas. یا برای اینکه به همه یادآوری کنید که دسر هم تو راهه، با خنده بگید Save room for dessert. و این هم یه یادآوری خیلی قشنگ و مهمه در مورد روح واقعی کریسمس.
مهم کامل بودن نیست، مهم ارتباط است. به انگلیسی میشه It's not about being perfect, it's about connection. این یعنی هدف اصلی اینه که کنار عزیزانتون باشید، نه اینکه همه چیز بی نقص و کامل باشه. بسیار خوب، رسیدیم به بخش 4 و اون نکته حرفه‌ای کریسمس که اولش قول دادم. آماده اید تا یه اشتباه رایج رو یاد بگیرید و کاری کنید که انگلیسیتون خیلی طبیعی‌تر به نظر برسه؟ خب به نظرتون رایج ترین اشتباه توی تبریک گفتن کریسمس چیه؟ یه لحظه فکر کنید، میتونید حدس بزنید. بیاین تو اسلاید بعدی با هم جواب رو ببینیم. و جواب اینه. اشتباه رایج گفتن Happier Christmas Day هست. ببینید عبارت درست و طبیعی که همه انگلیسی زبان‌ها استفاده می‌کنن خیلی ساده است. Merry Christmas. یه تفاوت کوچیک اما خیلی مهم که نشون میده شما به زبان مسلط هستید. پس همیشه یادتون باشه. تبریک استاندارد و درست مری کریسمس هست. ساده، کلاسیک و همیشه هم درسته. با گفتن همین عبارت من هم کریسمس رو به همه شما تبریک میگم. مری کریسمس. خب بریم سراغ بخش آخر، کلام پایانی. ببینید نکته کلیدی این تحلیل اینه. همین عبارات کوچیک و طبیعی هستن که یه تفاوت خیلی بزرگ ایجاد میکنن و باعث میشن انگلیسی شما خیلی روون و اصیل به نظر بیاد. و در آخر یه سوال برای شما دارم. شما برای تعطیلات کدوم رو ترجیح میدید؟ سفر کردن یا موندن تو خونه؟ میتونید با استفاده از همین عباراتی که یاد گرفتید جوابتون رو تو کامنت ها برای ما بنویسید. امیدوارم این تحلیل براتون مفید بوده باشه. کریسمس خیلی گرم و شادی داشته باشید.